یک سوال با من. یک سوال با من. یک سوال با من. جهان رو چگونه دیدن می‌خواهید؟ اولتر از همه صلح میخوام، هرچند که از اون که جنگ یک بازی کثیف سیاسی است شاید که نشود، ولی من بغیر از در این دنیا صلح و امانی دیگر هیچ چیز نمیخوام، به خاطر که برای پول و مال، برای دستاوردهای کیهانی که حال دیگر ثروتمندا میکنن الکی کرده ایستادن و زندگی مردم تا حد پیش برده ایستادن. فقط همین صلح، یعنی اگر جنگ بگیرن و پرتاین فکر میکنم دیگر عالم خودش گلستان میشه. با کانتنتی ما آشنایی دارید؟ بله. اون رو چگونه دریافتید؟ خب این سوالی من و چرا برای مصاحبه دعوت کردید؟ ببینید من وقتی که بعضی از کانتنت های شما را دیدم و دیدم که شماره آبونچی شما با 20,000 است و گفتم که این برای من یک دستاورد خیلی بزرگ است. برای مثال دوست و برادر ما اکای دلیر شریف که کتابخوانشون میکنن و اونها هم تقریبا همین مقداری که شما دارید یا که شاید کمتر زیادتر اودیتور دارن و با کدام دلیل گفتم که هست میان ما بود است جوان ها آنهایی که تماشابینی پند و اندرز و یک دنیا معنی هستند، بخصوص مثنوی معنوی که فهمیدن اون برای خلق ما کمک دشوار است و اینکه شما محبت کرده این کار میفهمونید ساده کرده به قدر امکان. این برای من یک چی میگن یک حادثه خیلی غیر عادی تافت و گفتم که این برادر حتما باید دعوت کنیم و من گفتم که حتما دعوت میکنیم و خیلی خرسندم که شما دعوت ما را پذیرفتین و اینا باید قدر صحبت کردیم. سوال با شما این است که شما از براه ماندن این برنامه چی غرض دارید و چی فایده میگیرید؟ من هر دفعه که صفحه اجتماعی را برق میزنم و ببینم که شماره کانتنت های خیلی پست زیادتر بیننده میبینن و شماره کانتنت های خیلی خوب متاسفانه کم هستند، یعنی با اونا برابر شدن نمیتونن. میخوام که با یک کانتنت خوبتر، بهتر، حد اقل یک چیز برای تاریخ، برای بهبود کانتنت خوب بودن در فضای مجازی که حاضر تمام دنیا در اینجا است سهم داشته باشم. آفرین، در این کار موفقیت میخواهیم و پیروزی ها نصیبتان. تشکر.